کاستاریکا، اون دورانی که شما در کاستاریکا مربیگری می‌کردید. Yes, was a very beautiful experience. بله، تجربه خیلی خوبی بود. در فصل 2008-2009 من در کاستاریکا بودم. I started coaching when very با مربیگری در یه باشگاه کوچیک کارم شروع کردم و به فینال لیگ رسیدیم. In the next season I was contracted for the biggest club. و فصل بعد قراردادم با بزرگترین باشگاه در کاستاریکا ثبت شد. و فرصت اینو داشتم که خیلی بازیکن‌ها رو که در حال حاضر در کاستاریکا تیم ملی کاستاریکا بازی میکنن مربیگری کنم و رشد بدم. برای من بازی کاستاریکا و اوروگوئه تعجب زیادی نداشت، چون ارزش و ظرفیت بازیکن کاستاریکایی رو میشناختم. برای یک کشور کوچیکی مثل کاستاریکا خیلی خوب هستش که یه چیز خوب و جدیدی دارن برای ارائه کردن. و از همکاریم با این بازیکنان و مربیگری کردن اونها بسیار خوشحال هستم و الان برام باعث افتخاره که اونا تو تیم کاستاریکا بازی میکنن. میتونم صعود کنم؟ Yes, they are in a very difficult group. در گروه خیلی سختی قرار دارن. ولی این پیروزیشون جلوی اوروگوئه یه انگیزه زیادی واسه شون ایجاد کرده که در بازی بعد بجنگن. البته که راحت نیست، ولی فکر میکنم که تواناییش رو دارن. بسیار عالی. 2 میلیون فهمیدم 2 میلیون 100 خورده هزار نفر من یه لحظه انداختم روی تصویر 2 میلیون 100 خورده هزار نفرم شرکت 2 میلیون 149 هزار